این خطاب به این خواهرم است، به این خواهر و به این مادر مسلمان است که حجاب کس حجاب این عبادت است، این تقلید نیست، این متوجه باشید. ما بزرگترین مشکلی که در این تاریخ مواجه هستیم خصوصا در افغانستان، ما اکثر مشکل ما به این است که ما شاعر اسلامی را تبدیل به تقلید کردیم. حجاب تقلید افغانی است، نه افغانی است، نه، حجاب عبادت است. و خواهر و مادر که حجاب وطن میکنه، حجاب عبادت است، ولی الله عز و جل عبادت میکنه انسان. این متوجه باشید، تقلید نیست، عبادت است. انسان باید به این وجه متمسک باید باشه. زن مسلمان وقتی که حجاب وطن میکنه در حقیقت الله را عبادت میکنه با حجاب. حجابی که با اون شرایط اسلامی است، به این سال با تفصیل بحث میکنیم چند روز بعد ان شاء الله. با اون شرایطی که داره و این خواهر مادر مسلمان به متوجه باشه که رمز را این شعار را این حجاب را تو وطن میکنی، غربی ها را به حرکت در میآورن. زلزله و حرکت لرزه در اروپا و در امریکا ایجاد میشه به خاطر حجاب. چرا؟ به خاطر حجاب کسی شعری اسلامی است. تو میخواهی که الله را با این راضی کنی، در حال کفار رو نمیکنی. او همیشه متوجه باشه زنای مسلمان. اولین فسادی که در امت رخ نکرده، فساد می بوده که باید حجاب از تن زن مسلمان باید بیرون باید. و این در کشورهای اسلامی تقریبا 80-90 سال پیش تدبیر شد. 100 سال و 20 سال پیش در تمام کشورهای اسلامی شما سفر میکردید، از افغانستان تا به هندوستان تا به مغرب تا به مصر تا به مغرب تا مراکش، همه کشورهای اسلامی شما سفر میکردید، شما زن را پیدا نمیکردن که رویش باشه، رویش برهنه باشه. ولو که یک مسئله فقهی است در مسئله روی، اما روی کسی چی نبود، برهنه نبود. زنهای شام، منطقه سوریه، اردن و فلسطین، مردم مکه میگفتن که ما اطفال ما وقتی که مواسم حج مواسم عمره میشد 100 سال پیش، وقتی که زنها از شام میآمدن اطفال ما میترسیدن. آنقدر متمسک به حجاب بودن، آنقدر متمسک به حجاب. اولین بار که استعمار رفتن در کشورهای اسلامی میکنه می است اولین که شما باید حجاب باید از سر زن باید بیرون باید حجاب است. اولین بار در مصر رفتن میکنه. فرانسوی وقتی که الجزایر میگیرن، الجزایر وقتی میگیرن 150-140 سال در اونجا حاکم بودن فرانسویان. اونا به زور برچه و شمشیر حجاب از روی خواهرات دور کردن، به زور شمشیر به این شکل دور کردن. افلامش فیلم موجود از فیلم هشت، اینو مشاهده کنید. امروز حالت به کجا کشیدن؟ امروز به این کشیده که حجاب رمز اسلامی است. زنی که حجاب بردن میکنه او پیش غربیات تروریست است. او در سیاه و منافقین مشاهده میکنه، در هر جای منافقین مشاهده میکنه که منافقین همیشه میگن مردم در محتاب رسید، هنوز هم شما میگه به این حجاب متمسک است. برای ما گفته شد که تو خود برهنه کو، تو به محتاب برس. منافقین همیشه به می است. یا بعضی اقوال فاسق در میان مردم نشر است که گویا اسلام در قلب است. اسلام چی است؟ در قلب است. یه عجیب است. کسی که مدعی محبت الله و رسول صلی الله علیه و سلم است، وقتی که اوامر الله را اجرا نمیکنه، یا دلالت نمیکنه که محب الله و محب رسول صلی الله علیه و سلم است. امروز اگر کسی مدعی به است که من پدر و والدین خود دوست دارم، در حالی که از اوامرش اطاعت نمیکنه، دلالت نمیکنه که محبت داره با والدین خود، محبت داره. هرگز نه. محبت چیز نظری نیست در داخل قلب باشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر شما الله را دوست دارین پس پیروی مرا کنید، پیروی رسول صلی الله علیه و سلم. بس محبت الله کس تقاضی داره که اتباع رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که تو مطابقت رسول صلی الله علیه و سلم کردی، در این حالت است که باز مغفرت الله نازل میشه و الله با تو چی میکنه؟ الله تو را دوست می‌داره. بس محبت الله عز و جل و مغفرت الله این دو عنصر تا وقت ناممکن است که تو متبع رسول نباشی. متبع رسول شدی باز ان شاء الله که دو چیز نازل میشه، دو نعمت برایت نازل میشه.